بهش لقب ماشین روز قیامت رو دادن. حالا چرا؟ چون به خاطر تایرهای بزرگ و خاصش از هر مانعی میتونه عبور کنه، از حرکت روی آب و یخ گرفته تا سرسخت ترین مسیرهای کوهستانی و شنی. همین باعث شده که خیلی وقتها به مردمی که در سیل یا زلزله گرفتار شدن بتونه کمک کنه. تایرهای این ماشین قدرتمند به سیستم کنترل فشار باد مجهزه که در مواقع ضروری میتونه بادش رو کم یا زیاد کنه. این خودرو 3.5 متری یک موتور دیزلی 1.5 لیتری داره که میتونه تا 44 اسب بخار قدرت تولید کنه. این ماشین ساخت شرکت شرپ در کشور روسیه است که میتونه 8 نفر رو داخل خودش جا بده و بیش از $100,000 هم قیمتشه. دانستنی های برتر جهان را در فکت فارسی وان مشاهده کنید.